گلچین هفته. سلام. 43مین برنامه گلچین هفته را با 4 مضراب زنگ شتر، بهارمست و سامانی اثر استاد ابوالحسن صبا آغاز می‌کنیم. این 4 مضراب ها را با سنتور فرامرز پایور، ویولون رحمت الله بدیعی و ضرب محمد اسماعیلی میشنوید.
یک دو روز است در زمانه. این تصنیف قدیمی اثر موسی معروفی را که سالها پیش با صدای قمرالملوک وزیری روی صفحه گرامافون ضبط شده دوستداران موسیقی ایران خوب می‌شناسند. در برنامه امروز اجرای تازه‌ای از آن را با صدای خواننده جوان جامعه اخوان به همراهی تار محمدرضا لطفی می‌شنوید. شنوندگان ما با محمدرضا لطفی نوازنده چیره دست تار آشنا هستند و در برنامه‌های گلچین هفته ساخته‌ها و نواخته‌های وی را شنیدند. اما هنگامه اخوان خواننده جوانی است که چندی در کلاس آواز رادیو زیر نظر استاد ادیب خونساری تعلیم گرفته و اخیراً برای اجرای تصنیف موسی گل با محمدرضا لطفی مشق و تمرین کرده است.
تصنیف قدیمی موسم گل را با صدای خواننده جوان هنگامی اخوان به همراهی تار محمدرضا لطفی شنیدید. حالا به ترانه سرگشته اثر همایون خرم
با صدای هنرمند ارجمند قوامی گوش کنید. شبی که آواز نی تو شنیدم، شاهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان آب چشمه رسیدم، نشانه از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی؟ از آن بهشت پنهان دری نمی‌گشایی.
ترانه دیگری داریم با صدای اهدیه. این ترانه را مصطفی کسروی بر روی چند بیت از غزل حافظ ساخته و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است.
کلک معنی زبانی و بیانی دارد. 2 هفته پیش آهنگی از محمد رضا لطفی را با صدای محمد گلریز برای شما پخش کردیم. متاسفانه در اعلام برنامه نام شاعر به جای هلالی یغما گفته شده بود. حالا بار دیگر به ترانه تازه بهار ساخته محمد رضا لطفی روی بیت‌هایی از غزل هلالی با صدای محمد گلریز و به همراهی گروه شیدا گوش کنید.
از دوستداران برنامه گلچین هفته پخش دوباره ترانه شاهد شیراز را از ما خواستند. این تصنیف را شوریده شیرازی شاعر نابینا در جشن عروسی یکی از دوستان خود ساخته و خوانده و گروه سماعی آن را با صدای زیبا اجرا کرده است. رشک هورا پریم تا
گرون میخری بیا به نرخ جون میخری بیا روز گرون میخری بیا به نرخ جون میخری بیا. در برنامه امروز یکی از آهنگ‌های قدیمی هنرمند گرامی علی تجویدی را با شعری از معینی کرمانشاهی میشنوید. این ترانه را دلکش 16 سال پیش خوانده است.
ترانه یاد کودکی ساخته علی تجویدی با شعر معینی کرمانشاهی و صدای دلکش را شنیدید. برنامه آینده گلچین هفته را به پخش آهنگ‌های عارف قزوینی اختصاص داده ایم.
هفته آینده در کنار ترانه‌های مشهوری که از عارف خوانده شده، ترانه‌ها و اجراهای تازه‌ای خواهیم داشت. از آن جمله تصنیف از خون جوانان وطن است که با صدای شجریان و همراهی گروه شیدا اجرا شده. در برنامه امروز آواز کوتاهی را که شجریان در میان این تصنیف خوانده است برای شما پخش می‌کنیم. برنامه امروز گلچین هفته همینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.